سرخط خبرهای مهم. اعلان اتهام نو به ضد عبدالفیض عطایی. وکیل ازبک خواست آسیای مرکزی با روسیه ویزا جاری کند. و در ترکمنستان از دانشجویان زبان خط گرفتند که سال نو را جشن نگیرند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می‌گردانیم. امروز چهارشنبه 11 دکبر. عبدالفیض عطایی روزنامه‌نگار و دیپلمات سابقه‌دار که در دایره پرونده چهره‌های سرشناس و با اتهام خیانت به دولت بازداشت گردیده بود، به قلابی نیز گمان زد شده است. او 71 ساله است و در آخر ماه اوگوست در شهر دوشنبه دستگیر شد. مقامات پرونده عبدالفیض عطایی را شرح ندادند. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی روز 10 دکبر به رادیو آزادی گفت او در سالهای 1997 و 99 قسمی از خانه پدرش را در کنار شهر کلوب به کسی داده بوده است. مقامات حجت‌های آن را سنجیده خلاصه دادند که در این دادگرفت قلابی دیده می شود. این عیب نو در پرونده اوست. یکی از نزدیکان عبدالفیض عطایی نیز اتهام نو را در پرونده او تصدیق کرد، اما نخواست در این باره بیشتر صحبت کند. مقامات چند چهره شناخته را که در میانشان منصبداران پیشین نیز هستند با اتهام کوشش تبادلات، خیانت به دولت، برانگیختن کینه با عداوت و قلابی دستگیر کردند. بازداشت آنها در تابستان امسال صورت گرفت. علیشیر قادیروف رهبر حزب احیای ملی و وکیل پالاتای قانونگذاری ازبکستان پیشنهاد کرده است که قانون‌های مهاجرت در این کشور بازبینی شوند و میان کشورهای آسیای مرکزی با روسیه نظامی روابط جاری گردد. او در تلگرام کانال خود به جانبداری از تحکیم قانونگذاری مهاجرت در روسیه برآمد کرده از همه کشورهای آسیای مرکزی خواسته است که برای جاری شدن نظام روابط یا ویزا با روسیه پشتیبانی کنند. قادیروف این اظهاراتش را در پی پیشنهاد لیانید سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه برای تهیه کدکس مهاجران بیان کرد. با تاکید این وکیل ازبک در پس منظر بی‌ثباتی و احتمال افزایش جدی مهاجران کاری که در آینده نزدیک فرا می‌رسد، نه تنها ازبکستان بلکه تمام منطقه‌های آسیای مرکزی باید تشبس‌های سیاستمداران روسیه را درباره ورود مهاجران با ویزا دستگیری کنند. حزب احیای ملی یکی از 5 حزب سیاسی رسما ثبت نام شده در ازبکستان بوده، از روی شماره کرسی‌ها در پالاتای پایانی پارلمان ازبکستان در جای دوم است. در روزهای اول زمستان در اکثر شهر و نواحی تاجیکستان ساکنان از لیمیت یا محدودیت برق شکایت میکنند. آنها میگویند در منطقه ها زمستان سرد را پشت سر میکنند. به گفته برخی از کاربران رادیو آزادی، ساکنان در منطقه ها در ساعت معین برق میگیرند و خانه و منزل های خود را عادتا با هیزم و انگشت گرم میکنند. همکاران ما از جنوب تاجیکستان درباره حال و احوال ساکنان در این فصل پرسان شدند. چی میخریم؟ کومر میخریم با تپاک میکنن پیش سر تپاک رو علاوه هست کنه شد چی میگن؟ نیست کنه سویتا میکشن شوده میکشن سهرده میکشن نیکن دشوار خیلی زندگی هم خیلی چکار میکنیم زندگی به دشواری نمیشه هست پرابلم زندگی به پرابلم نمیشه تا با چقدر گرمی کرده موقع تازه با پیچکا نشود فیلتر میمونه کم میمونم با اکانومی هم میکنیم موقع پسانی پیچکا نیکن خنک نه سویتمون دویم هست چند روز سویت داریم شکر اکنون نمیدونم چرا کردیم اوزیرو هست میگم روز دیدم یک دشا گفتی هست اوزیرو دودیستیم خرنگ پیشتره نیست زندگی نغزه اوزی های با قشلوق پیچکا دارن که گرمه خونوشون اکو در قشلوق مثال ما علاو میکنیم همین واسطه پیچکا همین تپاکو هزم همین ساعتهای 5 دقیقه میتونن سویتا ساعتهای تو 8 خیلی وقت تو یوز خونه همو گرمه نغز گرم سویتای ما افشه نمیمورد نه پس نه ما پیشی وای با بیسی اوریانو با سویتو ما هست گرمه که شلوغ ده شرایط هست ده همه پیزون داریم دارش که پیچکا داریم سوید اکن چه بودم؟ کم وای هست لیمیت هست ده
جاده تو شهر نمیدونم ما هم بعدی 20 نوامبر خنوکی سر شد کو شمال خنوک میاد کودکو خنوک میخورن بعد پیشکن مشکورا وای میکنیم پیشکورا زمیسه ما نمیدونم ما در ایتا زندگی بکنیم نرمانی هست توزن فرق هست همه هست همه هست اکو شلقا ما نمیدونیم شهر درمان اما خیلی با پدودستی هم درمان خوب هست خیلی هزون پرایمان دارم درخت هاشون وای میکنم اما زندگیش سازه نکنم Не знаю, все нормально, все хорошо. Извините, пожалуйста, не знаю. Все хорошо, у нас все нормально, спасибо. بیننده‌های عزیز، شما از کدام منطقه تاجیکستان هستید؟ آیا برق را به محدودیت میگیرید یا با لیمیت؟ برای ما زیر این برنامه نظرهای خود را نویسید. در ترکمنستان از دانشجویان و طالب علمان زبان خط گرفتند که سال نو میلادی را جشن نگیرند. طور خبرنگار رادیو آزادی خبر می‌دهد از دانشجویان درباره جشن نگرفتن شب سال نو در قهوه‌خانه یا خانه و اینچنین برای سیر و گشت به شهر نبرآمدن زبان خط گرفتند. اما مقامات از دانشجویان طلب کردند که در چاره‌بینی‌هایی که مقامات بخشیده به این روزها تشکیل می‌کنند شرکت کنند. در صورت رعایت نشدن این طلبات بر دانشجویان تهدید شده است که آنها را از دانشگاه خارج می‌کنند. قبلا خبرنگاران رادیو آزادی خبر دادند که در مکتب‌های تحصیلات عمومی شهر اشق‌آباد هنوز از ماه نوامبر به خوانندگان درباره منع تجلیل سال نو هشدار دادند. معلمان با استناد به فرمانی از وزارت معارف به دانشجویان درباره منع تشکیل جمع آمد با دوستان و نزدیکان اطلاع دادند. بنا به گزارش‌های رسانه‌های رسمی ترکمنستان، آمادگی‌ها به تجلیل سال نو در اوج بوده. قرار است چراغ‌های ارچه اساسی در این کشور روز 14 دکبر فروزان شود. در ترکمنستان همه عیدها از جمله سال نو تحت نظارت شدید مقامات تجلیل می‌شوند. حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه با شبکه رشدی آقاخان را که 31 اکتبر سال 2024 به آخر رسید دراز نکرده است. 4 منبع آگاه در خاروخ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند اگر این قرار نهایی است پس به معنای محروم شدن شبکه آقاخان از مقام یا استاتوس دیپلماتی است. سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد و مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال معلوم نیست. قاضی دولت قایم دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان در صحبت قبلی 19 اپریل سال 2019 گفته بود که سازمان آنها برای کل مردم تاجیکستان خدمت می‌کنند و سهمش در رشد جمهوری مانند بانک جهانی، بانک آسیای رشد و نهادهای دیگری بین المللی است. شبکه رشد آقاخان 32 سال باز در تاجیکستان عمل می‌کند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 11 декабри соли 1946 дар назди Созмони Милали Муттаҳид бунёди изтирории кӯмак ба кӯдакон таъсис шуд ки ҳадафаш ёрӣ ба ноболиғоне аз ҷанги дуюми ҷаҳон зарардида гуфта мешуд. дар солҳои баъди ин идора ба ташкилоти бонуфузе табдил шуд ки таъмини ҳуқуқи кӯдаконро дар сатҳи ҳукуматҳои узви Созмони Милали Муттаҳид ба ӯҳда гирифт. дар Тоҷикистон ҳам бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид аз нашри китоб сар карда то ҳимояти ҳуқуқи фарзандони муҳоҷирон барномаҳои фаровонеро роҳандозӣ мекунад. 11 декабри соли 1994 бо қарори президент Борис Елтсин Русия ба қаламрави Чеченистон як ҷумҳурии мусалмоннишини шӯришиаш нерӯ даровард ва ҷанги аввал то соли 1996 давом кард. ҳадафи ҷудоии талабон ба раҳбарии президенти Чеченистон Ҷавҳар Дудаев ҷудо шудан аз Русия ва ҳадафи Москав барқарор кардани қонунҳои ҳукумати федералӣ дар ин ҷумҳурии Қавқози Шимолӣ буд. Москав бори дуюм соли 1999 ба ин ҷумҳурии саркаш нерӯ даровард ва давоми 10 сол бо шӯришиёну мухолифон ҷангид.
аз соли 1992 ҳар сол бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 11 декабр рӯзи байналмилалии кӯҳ таҷлил мешавад. Кӯҳро сарвати табиие меноманд, ки захираҳои ғании биологӣ мисли обу ғизо дорад ва ба ҳамин хотир ба бовари фаъолон бояд ҳифзу нигаҳдорӣ шавад. 93% қаламрави Тоҷикистон кӯҳистон аст ва қисми зиёди сокинонаш дар минтақаҳои кӯҳӣ зиндагӣ мекунанд. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 106 سومانی، 100 یورو با 1151 سومانی و 100 دلار را با 1093 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا، خدا نگهدار.